عرض سلام و احترام دارم خدمت یک شما بینندگان عزیز. وقت همه شما بخیر. اینکه جور صحتمند باشیم. بنده احسان نایبی هستم. یک بار دیگر در برنامه بسیار مهم و خیرخواهانه در کنار شما قرار داریم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. و در این ویدیو قرار است کمک‌هایی را که خواهر محترم ما از کشور سویدن ارسال کرده است ما به دست خواهان برسیم. و قرار است شما در تصویر بیننده هستیم. در کنار ما برادر محترم ما هستند که ایشان خود را معرفی می‌کنند با شما. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. برادر عزیز بسیار خوش آمدید در برنامه امروزی ما. شغلتون خوب است؟ اگر خدا برای ما و بینندگان ما معرفی کنید. سلام باشید جان. خوب برای سلام خدمت همه شما بیننده‌های چینل هستم جان. امیدوارم که تو صحتمند و سرحال باشید و در هر گوشه و کنار دنیا کسی همیشه زندگیشون از عشق و محبت الهی شد. بسیار تشکر دوستان. ما امروز احسان جان در من زنگ زد که یک نفر باید کمک را میدن. دیگه واقعا ما صبحانه گفتم که ما خیلی شدیدن دستم تنگه ما این بنده خدا باشه خیلی مشکل نیست. بسیار تشکر جان که همیشه با مستضعفین خدمت می‌کنی و همیشه مشکلات یک مستضعفین واقعا در گوش خیرین می‌رسانی. بسیار تشکر از شما. بسیار خوش آمدید برادر عزیز و زندگی برنامه امروزی ما. اگر شما لطف کنید بگویید که مشکل شما چی است؟ چه مشکلات در خانواده دارید؟ در خانواده فامیل چند نفر عیال هستید؟ بسیار تشکر. ما کسیم با دوستان ما عینک زدم. ما خود لکن کسیم نابناستم. در یک حادثه کنار جاده بالاخره دچار مشکل شدم. دیگه کسی هم نداشتیم که واقعا ما را در یک جایی برسانه و چی هم نداشتیم. توانایی مالی هم نداشتیم که ما در یک جایی برسم بتونم شما تداوی کنم. این مشکلات حادثه که بسیار خودم بود و در خانه هم کستیم 3 نفر خودم 4 نفر یک سیاسر میام مادر میام یک دخترک دیگم یک 3-4 ماهی دیگم تازه پیدا شدم. خداوند عمر با برکت نصیب سلامت باشید. تشکر تقویت باشد. سلامت باشید. تشکر انشاءالله که شما خداوند همیشه موفق و سربلند داشته باشد. برادر عزیز شما گفتیم که چشمای شما مشکل داره و بینایی نداره. درست است؟ بله. امروز واقعی شما تشریف آوردید چه مشکلات شما تحلیل کنید؟ ما یک این میشه بچه کوکای میشه. ما چینل یوتیوب قبلا ما شاید بعد دوستان ما رو بشناسن. قبلا هم بودم خالی آقای صدرشور بودم و از اینجا که ما یک چینل یوتیوب زدم ما رفتم دیگه ما سرسرم سبب نداشتم که ما خودم که مشکل داشتم دیگه واقعا نمیتونستم بهش بکنم. یه بچه کوکای خود از این زنگ زدم گفت ما میم پدستی که همکاری کنم. یک ماهش همکاری 2 ماهش همکاری بعد دیگه گفتیم یه برای هر کسی که باشه از یک زندگی داره از یک کاربار داره. این هم کسیم آتش سفیده واقعا دیگه برادرایش دیزای نانوار خانه میمیم. ما گفتم خیلی تو همین چقدر از من باشه چند مدت ما چیدل زدم متاسفانه دیگه چی شد این سال بری در آمده ماندیم در دوبای باسی دیدیم در دوبای در ادسنس از دیگه کد نماده 3 ماه دیگه چندم دیگه فعالیت نمیم خیلی کم دیگه در ادسنس کد نماده دیگه در آمده میاد یک انجینر به اسم ریزاده در بزرگ بطوره شاید خودت هم بشناسی بعض دوستان میشناسن در اونجا بودم گفتی فعلا نمیشه باید سیکتوریز دیگر هم معطل کنی که 3 ماه اونجا ترسته یک مهینه کم که من داد 4 مهینه بعد از 4 ماهش هم دیگه در خدا اومد. انشاءالله مشکلات کوشش کنیم و کشور دیگه یک جای دیگه امکانش باشه یوتیوب واسه کنیم تا ادامه داشته باشه. یک نفر دنی دوبای داشتیم که اونجا متاسفانه در سنس کد نموده در کشورهای آسیایی میگه نمیشه در کشورهای اروپایی میشن دیگه کدوم نفر 3 نفر پیدا شد وقتی که خدمتگر زد دوباره خدمتش پیام دادم که چی رقم شد دیگه متاسفانه دیگه ما قضاوت نمیکنیم شاید کتاب بوده شاید یک کاروبار داشته مسافرت گفته باشم مقصد جای بشه دیگه جاب نداد دیگه و جاب نداد دیگه بعد دوباره که رفتم اینجا گفت که باش سیکتوریز دیگه بازم شما معطل باشید کتاب این نمیفهم لوکیشن باید شده که لوکیشن بگه دیگه بازم گفتم خیر از خدا نرخانه همی تمام زندگی کسته تمام سرمایه هم یک جان جدیه میدادم دیگه خوبه دیگه زندگی در کل بلخصوص ما شخصا خیلی سخته
خیلی سخت است، چون با تنهایی نمیتونیم رفت کنیم، با تنهایی نمیتونیم هیچ کاری کنیم. دیگه هزار رقم مشکلات داره. بالاخره نقطه‌ایش انشاءالله خداوند همه مریض ها را شفا بشه، همه کسایی که مشکل داره را شفا بشه. خب بازم میگم که چیزی که خواست اراده خداوند باشه دیگه ما نمیتونم که کار خود تسلیم بدیم داستان بدیم. دیگه خداوند میگم خود چه رحمانی نه خداوند خود چه همکاری کنه. دیگه این بود از مشکلاتی از ما، از کار روزگاری از ما. امی بود که دوستان ما بلده همه شما بیان کردم. دیگه این خیلی مشکلات ها داره. سلامت باشید، تشکر خدا شد. شما سلامت باشید، شما رفت شد انشاءالله. بیننده‌های عزیز، قرار شما در تصویر بیننده هستیم. برادر ما سیدات خود با شما معرفی کرد و مشکلات خود بیان کرد. اگر شما هم کمک‌های را خواستیم برای سیدات روان کنیم، میتونیم با ما در ارتباط شده تا کمک‌های شما به دست سیدات برسد انشاءالله. و بیننده‌های عزیز، امروز قرار است کمک‌هایی را که خواهر محترم ما از کشور سویدن لطیفه سلطانی ارسال کرده بود و ما کمک‌ها دریافت کردیم و امروز قرار است شما در برنامه بیننده هستید. بعد از مستحقان مسیحیان در روستای جاولی تحویل نماییم و تسلیم نماییم. برادر بسیار ذات بخشید، خواهر محترم ما لطیفه سلطانی مبلغ 7186 افغانی را من حیث کمک بر شما ارسال کرده بودند و این کمک‌ها را ما دریافت کرده بودیم و خواستیم که بر شما امروز تسلیم نماییم. بسیار تشکر از شما. و پیسه‌های شما را در کمک‌ها حساب کنم که پورا باشند. 1000 افغانی، 2000 افغانی، 3000 افغانی، 4000 افغانی، 5000 افغانی، 6000 افغانی، 7000 افغانی، 7100، 7120، 7140، 7160، 7170، 7180، 7190 افغانی. کمک‌های شما 7186 افغانی میشد، پیسه مایل شما نبود. 7190 افغانی کمک‌های خواهر محترم ما لطیفه سلطانی است که شاید سیدن برای حسین خدمت شما بسیار تشکر. اگر کار سلطانی داشته باشیم میتونیم با بیننده‌های ما شریک بسازیم. خب بسیار تشکر از همه خیلی که دست مستضعفین میگیره، همه مستضعفین همکاری کنه. خداوند اینا را همیشه موفق سربلند داشته باشه. خداوند اینا را از بلای زمین و آسمان حفظ کنه. و بسیار تشکری ویژه از خواهر ما از لطیفه سلطانی، دستش در نکنه. خداوند بابره موزمون در هر نیتی حاجتی که دیده خداوند نیتهایش را حاجتهایش برآورده با خیر کنه. خداوند در عمر خودش، در عمر خانوادهش یا به بچه‌ایش برکت با خیر، برکت به پایان نصیب کنه و اصحابش را در حاضرت و آخرت نصیب شه بگردانه. انشالله خودش و خانوادهش از بالای زمین و آسمان خداوند حفظ کنه و خداوند روح اموات هم باشد و ازشان شاد و راضی بگردانه. بسیار تشکر از تمام خیر، بالخصوص از لطیفه سلطانی که امروز واقعا صادقانه و محترم هم هستند. خیلی زیاد خوشحال شدم. همینطور که واقعا دید از ما را خوش کرده، خداوند دید خوش نصیب کنه. دستی از ما را گرفته، انشاءالله خداوند دستی از اینا را بگیره. بسیار تشکر از احسان الله جانم که همیشه خدمت کنم. یک مشکلات مستضعفین با خیر میرسانم. انشاءالله کنارم خداوند همیشه موفق سربلند داشته باشه. تشکر. بیننده‌های عزیز، این بود برنامه امروزی ما که خدمت شما تقدیم شد. اگر شما هم کمک‌هایی را داشته باشید میتونید با شما تماسی که در تصویر مشاهده می‌کنید در ارتباط شده تا کمک‌های شما به شکل شفاف و عادلانه به دست مستحقین تسلیم داده شود. تا ویدیوی بعدی که خدمت شما قرار می‌گیریم شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.